دوست امروز میخوایم در مورد کاشتمو صحبت کنیم. میخوایم ببینیم که اصلا چند روش برای کاشتمو وجود داره. ببین، دو روش کلا برای کاشتمو وجود نداره. یکیش FIT، یکیش FUT، یعنی یا با دستگاه ور می‌داریم دونه دونه کاشت میشه، یا اینکه علاوه بر دستگاه که دونه دونه ور می‌داریم یه برش خیلی باریکی هم پشت سر زده میشه و زیر میکروسکوپ میذاریم، کات میکنیم دونه دونه و میکاریمش. خب یعنی که برای همه این دو روش قابل اجرا. برای همه این دو روش قابل اجرا هستش، ولی کسی که بانک موش خیلی خوبه همش رو با FIT میزنیم، یعنی دونه به دونه با دستگاه برداشته میشه، کاشته میشه. خود مراجعین هم اکثرا دوست دارن که برش زده نشه، ولی تو مواردی که خیلی سطح تاسی بالاه، بانک مو هم خیلی ضعیفه، هیچ راهی نداریم، مجبور میشیم که هم برش بزنیم هم در واقع دونه دونه برداریم به روش. تراکم کاشت برای همه یکسان میشه. تراکم کاشت هم طبیعتا یکی نمیشه دیگه، یکی سطح تاسیش خیلی زیاده، بانکش خیلی ضعیفه، به اون خوبی در نمیاد. یکی هم بانک موش خیلی قویه. واقعیت اینه که سطح تاسی اگر کاملا باشه، شما بانک موی قوی داشته باشی، به راحتی میشود جلوشو با تراکم خیلی بالا و یواش یواش بریم عقب‌تر، تراکم کمتر بکنیم و یه کاشت خیلی خوبی داشته باشیم.